Also have information about going to Seattle. There's Greyhound information. There's all the other information with the address. There's also a website that it's a small URL you guys can go to, which links you guys to Google Maps. So you can, after voting, you can actually walk over there and look at the petition we've created and also get some more information about Seattle. So I'm just going to ask you guys to start a line over on that side, and then we can get this going. And I have a question. Yeah. What's this one? Oh, I'm sorry. Yes, this small one is the donation one to us. We just spend all this to cover the cost. Well, a bunch of students. Donation for the student or for Jamhuri Islami? No, it's for students. It's for us. Why you have that sign there? Because that's the Iranian flag. That's not Iranian flag. Okay, I'm just going to pass it to somebody else right now. من خواهش میکنم هیچ این بالا نیاد لطفاً. آرامش اینجا رو حفظ کنیم که بتونیم هممون رأی بدیم، نظرهای همه رو بشنویم. اینجا این یک انتخابات سمبولیک، انتخابات رسمی نیست، پس ما از شهر اینجا اجازه داریم، هیچ مشکلی نداره، با پلیس هماهنگ شده. من خواهش میکنم همه به همدیگه احترام بذاریم نظر همدیگه رو بشنویم. خب من به همه سلام میکنم، به اونهایی که اومدن از هر عقیده‌ای، حتی اونهایی که میخوان بگن ما رأی نمیدیم میتونن رأی سفید بدن. You have your own. No, I stay here. ما یه عده دانشجوی You can stand. I'd like to know what the hell is going on. You can ask. We already said it. شانس رأی دادن به کسایی که توی شهر فقط اتاق. سعی کنید اینجا صندوق رأی داشته باشید. سمبولیک چیه؟ مسخره مرگ بر جمهوری اسلامی. سمبولیک مسخره بازی در آوردین شما این مش بچه اومدین اینجا. من خواهش میکنم ازتون شما در زن و بچه در ایران من خواهش میکنم اعدام میشن، شما من تبلیغ بر جمهوری اسلامی میکنید. مرگ بر جمهوری اسلامی. من خواهش میکنم برگه های رأی توزیع میشه، این آزاد صندوق رأی و دونیشنمون رو داریم که اگه مایل بودین جهت فقط هزینه هایی که اینجا میز اینجا داشته، این وسایلی که اینجا تهیه شده فقط در راستای همینه. هیچ وابستگی به هیچ گروه سیاسی نداریم. و میز سوم شما در خلاف اینجا اگه جمهوری اسلامی نمیره اونجا اگه خلاف ما پلیس نداریم جمهوری اسلامی شما فهمش بولشت میگین. یه جورایی رعایت کنید، به صف وایسید. ما الان کاغذهای بلتمون رو بهتون نشون میدیم و آپشناتون رو بهشون توضیح میدیم و میتونیم پروسه رو زودتر شروع بکنیم. اگه آزادیه رو اونجا خب من میتونم یک از اولین شرکت کنندم اومد بالا. اینجا باید نستم ببینید ما یک رای داریم، هممون یه رای داریم. خواهش میکنم دوستایی که هم فکر ما فکر میکنن که ما داریم کار درست میکنیم اما پشتیبانی کنن که این مشکل رو نداشته باشیم. بشنوید صدای اون کسایی که مخالف شما. من جمهوری اسلامی طرفدارش از این شهر بیرون میکنم. خواهش میکنم همه بیرون کنیم. مرگ بر جمهوری اسلامی. بیرون کنیم. آره. میخواین همه رو بیرون مرگ بر جمهوری اسلامی. خواهش میکنم آروم آروم بیاین، نفر به نفر که اینجا اجتماع نشه، ما بتونیم کنترل کنیم. مرسی. آره من نمیدونم زن‌ها رو دارن اعدام و سنگسار میکنن، اومدین اینجا اینجوری. ببینین اینا ایرانی هستن، شرم کنین، شرم کنین. ببخشید آقا چی شد؟ در داخل ایران جوانای ما رو هر روز دارن اعدام میکنن، زنای ما رو دارن سنگسار میکنن. اینجا خانم‌ها با مینی ژوب و شورت اومدن برای جمهوری اسلامی رأی بدن.
مرگ بر جمهوری اسلامی. شرم بر همتون. شما ببخشید معذرت میخوام، شما مشکلتون با اینا چی هست؟ مشکل من اینه که من با تمام سیستم جمهوری اسلامی مشکل دارم، با همه طرفدار جمهوری اسلامی مشکل دارم. اگر نه شما مشکل پس چرا اومدین اینجا رأی بدین؟ جمهوری اسلامی که احترام نمیذاره به حقوق ما، شما احترام به حقوق اینا نمیذارید. من 100% نمیذارم. چون من خون دادم بابت این کار. من مادرمو دادم به دست شما. شما این تروریستین. مخالف جمهوری اسلامی نداریم. پس باید کی رأی بدین که کار به جمهوری اسلامی؟ نمادینه چیه؟ نمادینه مشکلی برین اتوبا رأی بدین. اتوبا رأی بدیم حالا که میخوام سیاته بلکه نذاشتن رأی بدین. هر کسی دلش بخواد میره سیاته رأی همین کارو بکنید. خوشحالم که میبینم یه عده منصور اینجا هستی طبیعی هست که بر نمیگن به ایران. آدم‌ها رو ببینن، همه جور آدم‌ها هستن. شما که ما باید تمرین کنیم. چه تمرینی؟ آزادی رو باید تمرین کنیم. در ایران تمرین رنگ دادن باید در ایران هم دارن تمرین میکنن. در داخل ایران میگن مرگ بر جمهوری اسلامی. ایشون همیشه اومده. میدونم. من همیشه میگم همه جا این کارو باهاتون میکنم. آره شما 30 سال چیکار کردید؟ شما من انداختیم. آقا ایشون من انداختن بیرون. آره ایشون من انداختن. تو خیلی کوچیک من انداز بیرون. خیلی کوچیکی. من اون امامتون میشم تو قبر خمینی میشم من. تو منو بیرون اندازی. خیلی کوچیکی. مرگ بر جمهوری اسلامی همه شکر پادوان. یه نفری ما 1000 نفر. ما اینجا 1000 تا آدم فروشی. 1000 نفر. 3 بار دارن این کارو میکنن. چهارشنبه سوری وارد شدن. دوستان خواهش میکنم هیچ گونه درگیری سعی کنین ایجاد نشه. تمام خواست این جمعیه که این مراسم به درگیری بکشه و نتونیم سعی کنیم در مسالمت. من که نمیدونم مملکت آره دیگه برو اینا بزن بکن. شهر بکن. مخالفن باشن موافق میشن. آره من میخوام بشین. چیه؟ دست تو دراز نکن. بذار پایین دست. بذار پایین دست. تو دانشگاه باید جواب هیچ گوی نخوردن تو ایران. آدمای فشاری مثل شما رو میدادیم. اینجام که اومدیم در کنار صندوق رأی ما یک برگه پتیشن سعی داریم که بتونیم در 4 سال آینده بتونیم صندوق رأی رو بیاریم اینجا. اونایی که موافق این قضیه هستن میخوایم این پتیشن رو بفرستیم به آدابا. آره آتابام قبول میکنه. امضا کنن اونایی که موافق این قضیه هستن. آتابام قبول میکنه. قضیه رو پیگیری کردیم. من فقط می‌خواستم یه خواهشی بکنم از همتون. اگه میشه راه پیاده آشغال بیاین جلوتر. ما اینجا به اندازه کافی جا داریم. میدونم اینجا قراره که یه صف ببندیم ولی متاسفانه داره راه تردد میشه. جلوتر واقعا متشکر میشم.